کشته دادن، بیوه شدن، یتیم شدن، از کشورهایشان فرار شدن، در بیرون از کشور توهین و تحقیر میشوند. عامل تمام این بدبختی همین دو قوم است که بین خود هیچ جوری نمیان و یکی دیگه خود میکشن و هزاران مشکلات ها دیگه دارن. یا خب میان حالا به نحوه بالخصوص امی قومای غلزه میان میگن هیچ ما کدام مشکلی نداریم، در حالتی که هیچ حق و حقوق بر جا قائل نیستن آقایمون. برای ما و شما 1700 دانه انتحاری حقونی غلزه است در افغانستان کرده، کدام غیر از این خود حقونی وزیر دیگه کدام چوکی قدرت یا دارم؟ ما یک پنشیری اصلا ندار انتحاری کردیم نه دیگه، یک دانه ولی دارم، 3 دانه ولی دارم، معین دارم، وزیر دارم، فهمیدی از یا کده خود در قدرت هستم یا که قدر فهمیدی انتحاری کردن کشته دادن خدا در کجای قدرت هستن؟ در قدرت فقط و فقط کی است آقایمون؟ همین درونیای قندهار هستن. دکتر صاحب نجیب چرا به شهادت رساندن؟ دلیلش چی بود؟ دلیلش اینمی بحث‌های دشمنی شخصی غلزه درونی بود که آقای نجیب غلجه‌ای بود. چرا امروز نمیکشن کرزه؟ به خاطر درونی قندهار است. زیر پایشان فرش آور میکنن، در سفرها اجازهش میدن. چرا غنی را کافر خطاب میکنن؟ به خاطر غنی غلجه است. چرا امروز ملا هیبت الله دستور داده که هیچ غنی را خوب کماندان هیچ کماندان هیچ وزیر نمیتواند در شهر کابل صلات توزیع کنه؟ غنی را خوب اختار برای حقونی داد چون حقونی غلجه است، سلب صلاحیتشون کرد. چرا مدارس حقونی ها را در جلال آباد در مشرقی همگیش دروازهشان بسته کرد؟ به خاطر گنج غلزه ها بودن. یا بسیار زیاد مشکلات دارن. همین لازم بدبختی از اینها دامنگیر ما شده. ما کوشش میکنیم که یک صلح بیاریم بین ازیا، همین بدبختی ازیا از ما هم خلاص و یا هم برادرور بیان زندگی بکنن. بفرما آقای با میگه خود یک دعا میکنم خدا اول مرا زن بیتا انشالله از همین مجرتی امجی به خانگی نجات پیدا کنم. دوم غلزه‌ای ها درانی ها صلح و بین خود به وجود بیارن. خدایا پروردگارا دیگه وطن تکه و پارچه نشه و غلزه‌ای ها و درانی ها ما بین خود آشتی کنن. آقای استاد شیوای گرامی خیلی خوش آمدیم. دعایم خوب بود یا نه؟ من دعای همین قدیم ما خو امینگوی هستیم. خداوند این دو قوم با هم اتفاق و اتحاد داشته باشه که از شرش ما خلاص شویم. بلا یامین. آمین. من صاحب زن شوم. عرض سلام. یک دقیقه ما صحبت میکنیم پس پایین میریم با اجازه تان. مدخان نوبت کی است؟ نوبت استاد شیواست. خب شیوا صاحب خب با بسیار زیاد صحبت میکنیم. ما صرف یک دقیقه. خیر گپ نیست صحبت کنیم. خب مهربانی بفرمایید. ما خیره میگیم که اینمی موضوع که آمده غلزه و دورانی ما میگیم صحیح بشینن که اینمی موضوع حل شوه، باز حق تمام تان میرسه. ما میگیم مقاومت از خوب بین رفته، الان با می انتظار است که باش که طرف غلزه ای را بگیرن. مقاومت که از بین رفته دلالت به همین میکنه که مقاومت وجود نداره. ما میگیم بشینن همین موضوع حل شوه. بس ما روی غلجه و درونی است. بله همین موضوع را ما میگیم، یعنی که شما بشینین همین موضوع حل شوه، باز بخیر مقاومت اگر داشته باشی مربوط برای خودت نمیشه. بس این دلالت به این میکنه سایکو که مقاومت از بین رفته، این دلالت به همین میکنه. از بین رفته برای چی؟ یک وقت گفت میگه این ترامپ آمد یالی بخیر یک چیزی میشه، دین روز میگه قطر و ترکیه جمهوری قطر و ترکیه ملاقات کرده و گفته که یک حکومت همه شمول باز که این اینجا چی میشه بخیر. سوال ما رو جواب بده. خودت غلزه هستی یا درانی؟ ما غلزه هستیم. قبله سیاسی ما قندهار است. چرا بحث ما اینه میجاست؟ چرا شما همیشه قبله سیاسی ما قندهار است؟ ما ترا من حیث یک انسان میشناسم. ما ترا من حیث قربان دورانی شویم. ما قربان دورانی شویم. برده قندهاری شوی. ما قربان قندهاری شویم. میگه قندهار دزمرو وطنی، داد سرکخت و پختنو وطنی. حشمت خان. بله ما نمیگم نه شما رو پختنو نمیگم. نه میگه قندهار دزمرو وطنی. ما قربان قندهاری شویم. ما قربان. آقای حشمت خان. آقای منگل سعی که استاد شیوا هم اینجا هستن. حشمت خان گپای خود زد. استاد شیوا بفرمایید. همینجا 3 نفر بالا هستن. دوستان لایک کنن سفر. استاد شیوا هستین؟
بله هستم. مهربانی. امین جان. ببینید دوستای گرامی، اینمی اول یک موضوع را ما باید صراحت بتم که اینا میگن که همگی ما یک پشتون هستیم. اصلا ما در درون کشور ما جواب بسیار ببخش یک سوال کنم پیش از امی حرفای تمیر یک جواب میدیم. یک تعداد از اینا کمر بسته کردن، حتی با همین تروریست هایی که فعلا حاکمیت در افغانستان داره تذکره و پاسپورت در لیست از اینا هست. نه مثلا احماقایی که در افغانستان هستن تشویق میکنن که برین تذکره تان تغییر بیتین به قوم خود. نه مو کاری که مثلا اشرف غنی کرد، مثلا ضعیف ساختن قوم مردم هزاره، همو کار اینا هم مثلا کرده روان هستن. نه اینا مثلا تذکره از این مردم تغییر میته و این مردم هم مطمئن باش تحت تاثیر از اینا میره و این کارم انجام میتن، یعنی تذکره هم تغییر میته. صحیح به نظر تو و این کار اینا کرده روان هستن. و یک طرف دیگه ای که مثلا مبارزین قوم محترم تاجیک مثل شما منگل دیگه دوستایی که هستن مثلا میخواین که بین درانی ها و غلزایی ها که مثلا سالهای سال دشمنی وجود داشت دیر مثلا حل بکنیم، کدامش خیلی تاثیرگذار هستن در افغانستان؟ یعنی گلبک زیخر میای حل میتانه امیر تو اسمت خان به استاد شواب احترامی نکن لچک. اصلا امانجا همی چی ما حرکت ما یا دادخواهی ما در اقوام مثل غلزایی یا مثل قوم های درون غلزایی به این معنا نیست که ما با کدام دید انتقام گیرانه آمده باشیم و این کار بکنیم. وقتی که ما میبینیم که دمو کشور همگی دیاری و همکاری هم دیگه نیاز داره، اونمو تعداد کسایی که محروم هستن از قوم افغان ولو که غلزایی باشه یا درانی باشه، ما به عنوان یک هموطن کوشش میکنیم که اونمو حقشانه دادخواهی کنیم، به خاطر که ما میبینیم که در درون یک قوم غلزایی طور مثال هوتک است، خروتی است، ترکی است، سلیمان خیل است، بابکر خیل است، شملزی است، میرانزی است، کاکر است، توخی است، احمدزی است، ده ها قوم دیگه است. اینمی مردم ها مثلا امان الله حق داره که در تذکیرش نوشته شود که قوم محمدزی، ولی اشرف غنی حق نداره که نوشته شود در تذکیرش احمدزی. او محمدزی حق داره، احمدزی حق نداره. به این شکل قوم خروتی اصلا در جمع انسان حساب نمیشه، در لیست حکومتداری اصلا حامد کرزی خب بود درانی بود، پوپل بود، اما همه غلزایی که اشرف غنی بود هم در حکومت خودش یک خروتی را اصلا یک رئیس یک اداره محلی در ولایت تعیین نکرده بود. یعنی این حق اقوام محرومی که در درون افغان تلف شده، سلب شده، این میره ما میخواییم که باید دادخواهی کنیم. وقتی که ما میبینیم که اینا اگر او بس بیاید، بس پیشتر خودت که گفتی، وقتی که ما میبینیم که طور مثال قوم هزاری ما را اینا قوم شیخ علی را علایده نوشته میکنه یا قوم مثال سیدا را از بدنی از اینا جدا میکنه، میگه ما سادات شما را علایده استقلال میتیم. یک قومی را که هم مگه ما اگر حزق تیر نشم به خدا امان جان، یعنی اسلام، ایمان، قرآن، خدا در هر چی که ایمان داری قسم میخورم که ما تا بسیار زمانات تا این وقت غنی و اینمیا ما فکر نمیکردم که طور مثال سادات و هزاره فرق داشته باشه، میگفتم همگیشان یک قوم است. به خدا اینه. اما اینمی غنی آمد گفت که ما سادات کلانای سادات تلبیس گفت شما سادات یک قوم مستقل هستین، ما فردا هدایت میتونم که شما را استقلالیت بده در تذکره برخی. اما اقوام درون افغانی چرا استقلالیت نمیافن؟ چرا حق از اینا طرف میشه؟ افغان میگه که ما کلی ما یک پشتون هستیم، در حالی که پشتون اصلا شامل کشور ما نیست. اما تو خودت با مردمای اوسون دیورند در تماس هستی، بودی، یعنی دیدی که اونا ادعا دارن که میگن ما از 86 سال پیش نام قوم ما را پشتون گذاشتیم. وقتی که ما دیدیم که عبدالرحمن وطن فروش ما را بالای انگریز ها فروخت، ننگ و ناموس ما را
عزت و آبروی ما را، ما دیگه به خاطر که تعلق ما را از همه افغانیت قطع کنیم، ما نام قوم ما را پشتون گذاشتیم و زبان ما پشتو. اما کسایی که در درون افغانستان فعلی هستن میگن که اینا امگیش افغان است. حالا ببین جان حبیب یک کارشناس زبان و ادبیات خیبر پختونخوا است، او آدم به صراحت اعلان میکنه، میگه بیاید هر چی که اولاد احمد شاه ملتانی است با ما بحث کنه که ما برایشان ثابت کنم که شما افغان هستین، پشتون نیستین. شما از روی چی خدا پشتون میگین؟ اما این نام پشتون ظاهرشاه در 1344 در سر قوم خودمان به خاطر که اونمو تعدادی که در اون طرف است یک زمان از یا جدا نشه یا جدا نباشه، گفت اونا هم پشتون است، ما هم پشتون هستیم. اما امروز افغانای درون کشور میایم میگه ما پشتون هستیم، داره که ما پشتون نداریم. پشتون مربوط به اون طرف دیورند است و اینا افغان هستند. افغان یا افغان اردویش یک نام است که گفتاریش افغان است، نوشتاریش افغان. ولی اینا میاین تعیین تکلیف برای دیگران میکنن، اما از دشمنی های خودشان چشم پوشی میکنن. زمانی که احمد شاه ابدالی در قدرت میرسه، در اون زمان میر افغان علیه احمد شاه ابدالی چرا قیام میکنه؟ به خاطر که او یک غلجایی است، میگه قدرت در دست ما رفت. بعدش علیه تیمورشاه بچه احمد شاه چندین بار قیام دیگه صورت نمیگیره تا زمانهای عبدالرحمن خان 20 بار جنگای دورانی و غلجایی شکل میگیره که حتی تا سرحد میرسه گپ که تمام اقوام مسعود، افریدی، شینوار، منگل، جاجی امره اینمی آدم اینمی عبدالرحمن خان به خاطر از اینکه از شر دورانی ها غلجایی ها خلاص شد، کلش هم میفروشه سر انگلیس ها. تا اینی حد دشمنی های از هست. بعد از او هم که وقتی که چی میشه، بعد از او هم که همان بعد از عبدالرحمن خان حتی تا دوره های خلقی ها و پرچمی ها ما دیدیم که ترکی را گورش کسی دیده یک غلجایی است. حافظ الله امین را کس گورش دیده یک غلجایی است. ملا عمر را کس گورش دیده، اوی که بچهش یک جای به نام قبر ملا عمر جور کرده، او خود دروغ است. او خود به خاطر حفظ آبروی پدرشو کار کرده. نجیب اگه زدران گورش پیدا نمیکرد، نجیب گورش تا امروز گمنام بود. شاه غلجایی هم اگیش از دست دورانی قبر نداشته. حامد کرزی چرا وقتی که در قدرت میرسه حمایت خود در کاندیداتوری از زلمه رسول حمایت میکنه، از محمد زئی وزیر خارجیش، اما از اشرف غنی هم کاندیداس نمیکنه. اشرف غنی از اثر یک انتخابات تقلبی بیرون میشه، اما وقتی که اشرف غنی قدرت هم میخواد تسلیم کنه، در آخرین روزش در سراجالدین حقانی تسلیم میکنه. چرا در ملا برادر تسلیم نکرد؟ ملا برادر دویده که میاد در کابل، در داخل ارگ کابل زدنک میشه، بینشان 52 نفر زخمی میشه، 11-12 نفر کشته میشه، خود ملا برادر زخمی میشه 2 روز بعد از سقوط پنجشیر 2 شب. یعنی ببین این جنگای از اینا، این کشت و کشتار از اینا اصلا در طول تاریخ ادامه داشته. این نمیشه که افغان بیاید با شادی بازی کلگی را کلا بگذاره و بگوید که بیادر ما کل ما افغان هستیم، دیگرها بیادر اقوام تجزیه شده است. همین استاد دقیقا خیلی گپا را خوب اشاره کردی، بعضی دوستا باید متوجه باشن. یک گپ پیشتر شما گفتین، من هم درباره ازی تحقیقات کردم که پشتون کی است. همین پیشتر شما اشاره کردین، آلی رو میخوایم که از زبان شما بشنم. ما خودم تا جایی که مثلا تحقیقات کردم که پشتون ها مربوط پاکستان میشن، افغان مربوط افغانستان میشه، ولی اینها مثلا چرا آلی طرف ازی رفتن که نه ما هم پشتون؟ همونجا اینطور است. اینا زمانی که از پیکر کشور ما توسط عبدالرحمن جبران جدا شد و در انگریزا بخشیده شد، تا همون زمان هم همگیشون خود افغان میگفتن، افغان میگفتن. ولی
یعنی از امروز 88 سال قبل اینمی مردم خیبر پختونخوا نام قوم خود پشتون ماندن، واژه پشتون اونمونو اختراع کردن. شما بفرمایید در یک کتابی که مربوط کشور ماست، مربوط افغان است، بفرمان واژه پشتون در یک جای پیدا کن، کتابی که 30 سال پیش قدامت داشته باشه. واژه پشتون تا 20 سال پیش پشتون آمده باشه. حتی واژه پشتون وجود نداره. زبان افغانی و قوم افغان، اینمی دو چیز وجود داره. در کتاب حدود العالم که 1000 سال پیش نوشته شده، در اونمو کتاب واژه افغان آمده 1000 سال پیش، ولی واژه پشتون قطعا نامده برادر. 88 سال پیش مردم خیبر پختونخوا یک ابتکار کردن، در سر قوم خود پشتون نام اختراع کردن گذاشتن، ولی در 1344 شمسی او را ظاهرشاه به خاطر که خود با اونا مرتبط بسازه گفت که اونا هم پشتون است، ما هم پشتون هستیم. این که پس ظاهرشاه اونمون موقعی که در 1342 ای آدم زبان دری را فارسی را دری نام ماند، لهجه گفتاری را و زبان پشتو را گفت ما پشتون هستیم، زبان ما پشتوست. اما در نوشته های محمود طرزی، برو پدر ادبیات افغانستان است، پدر مطبوعات، برو در کلش نوشته است که زبان افغانی در دورای شروع ظاهرشاه، در کل چیاش، در دورای امان الله خان کلش نوشته است زبان افغانی. حتی ما زبان پشتو نداریم. یعنی که نام پشتو، قوم پشتون در مجموع مربوط او طرف دیورند است. من نمیگم که اینا هم زبان نیستن، هم زبان هستن، یک زبان از کلش، ولی نام پشتون یا پشتو را اونا سر زبان افغانی گذاشتن. اونا میگن مربوط ماست. جان حبیب گفتم کارشناس امور ادبیات و زبان خیبر پختونخواست، صحبتایش ببینین، میگه بیایا، میگه او خب به یک شکل دیگه میگه بچهای احمدشاه ملتانی بیایا، میگه کابلیا کدما بحث کنه. پشتون میگه ماست، اونا میگه چی گفته خود پشتون میگه. همین که تو زیاد شلاشی گپ میزنی، افغان با پشتون چی فرق داره؟ ویگ بنا سامان از خبره ده توکم فکر وکا پختون یا افغان پرون دغه افغانستان یا د لوی افغانستان جغرافیه ته وجود راغلی، صحیح ده؟ فکر وکا سبا راغلی، یا ورځ تاریخ لري. پشتون مربوط چی نمیشه؟ امان یک روز تاریخ داره افغان پشتون، صحیح؟ پشتون مربوط افغان پشتون کی است؟ تو خواندیم سواد داریم. ما برای چی میگم یک روز پامیدی افغان پامیدی تاریخ داره، فکر کن. خب ولیدن یک روز پامیدی همه چیز در سر به طلا کردیم یا نه؟ وطندار صبر مجاب سلام گپای افغانیت ابان امپراتور باش مجاب شما سلام. علیکم سلام شادو، خوش آمده. چیال دارین او ملت سعدمند جان تنجور زنده باشه، خودت خوب هستی؟ زنه پویگم ده خبر کوم ځای ده، ولی ده قوم پرستی کی، ولی پختون څوک ده، هزاره څوک ده، ازبک څوک ده، ایمق څوک ده، چرا عقل ندارین؟ من نمیفهم تا به کی تا چی وقت قوم پرستی میکنین؟ شما خودت یک آدم هستی که مثلا سن سال پدر من هستی، یک لحظه چوباش شما بسیار گفت زدی، یک لحظه چوباش گوش بگی. گل کابل قوم پرستی اصلا وجود نداره. نه شیوا قوم پرستی داره، شیوا قوم پرستی داره که میگه پشتون از اون طرف دیورند آمده. این قوم پرستی نیست، این حقیقتی است که ما بیان میکنیم. حالا بیان میکنیم، تو بگم این قوم پشتون یک روز شده در وطن تا آمده، اونمونجا یک روز شده اولاد به دنیا آورده، اولادش تابعیت اونم افغانستان بگیره، او دیگه قوم او طرف دیورند گفته نمیشه. دکتر خانم سعی که گپی است بسیار. من نگفتیم که قوم اوسون دیورند است، اوسون دیورند یک قوم علایده به نام پشتون است. تو میگی از اوسون دیورند است، حالا مو پشتون در وطن تا آمده سر حکومت میکنه، همیال وطن تا دگو گند کشیده، شما چی میکنین؟ به عوض که دست برادری کتشان بتین در غیرت اینا کاکستان گل کابل سعی کن خودت. امان جان عزیز وطندار گل ما باید کتشی و بس کنم، چون اینمی بسیار مخالف پشتون داره، که پشتونا بد میگه. من هم طالب خوش ندارم. یک دقیقه گل کابل گوش بگه، یک لحظه گوش بگیر که تو اصلا از موضوع تو و امپراتور خارج هستین. نه من قضیه تاریخی است. یک دقیقه گوش بگیرین خوب در موضوع داخل شوین. سوال است اگر واقعا مطالعه دارین، میخواین که معلومات های خود با مردم شریک کنین یا
میخواین با استاد شیوا بحث بکنین، خب یعنی بحث اثر بحث خوب متوجه شوین که موضوع چی هستن. از استاد شیوا میگن که پشتونها مربوط پاکستان میشه، افغان مربوط افغانستان میشه. یعنی خود ایره از روی کتاب ها و رفرنس میده که فلانی آدم فلانی کتاب در اینجا ذکر شده، در اینجا نوشته شده. یک دوم دیگه میگه که استاد شیوا میگه که غلزه‌ای ها و دورانی ها همیشه از غلزه‌ای ها استفاده کردن و شمولی حتی بدنام ساختن. نمونه مثالش غلزه‌ای که دکتر نجیب بود، دورانی ها اینا رو به دار اوزان کردن. نمونه مثالش اشرف غنی که غلزه‌ای هستن، دورانی ها سرش پیلان جور کرد. حال کرزای در افغانستان است ولی اشرف غنی را لکه ننگ تاریخ ساخت یا نساخت. این بس اینجاست، اینجا باید متوجه شوید. حال بفرمایید گل کابل مهربانی. خب پشتون یا افغان، ما در افغانستان ما اینمی از وقتی که خورد بودیم کلان شدیم، این 9 سال است مسافر شدیم، ما شنیدیم که اردوش یک جمله است. افغان زبانش پشتوست، افغان زبانش پشتوست. پس ما چطور میتونیم از زبان رسمیشان چشم پوشی کنیم بگویم افغان تو پشتو گپ نزن؟ خیلی کجایی گپ بزنم؟ بیای دری ما و شما هم گپ میزنم. ما در تک آقای شیوا یک لحظه ما گپای تو را از زبان امان گرفتم که چی گفت. میگی که پشتون خوب و افغان است. نه میگه که زبان نیست، میگم زبان است. گل کابل میگم زبان. من نمیگم که زبان مردم پاکستان اردو است. این زبان تو دیگه سمیری اردو را مکای در میان آورده. اردو میگه زبان مردم افغان هستن. خود زبان هم افغانا چی است؟ تو میره به ما یک توضیح کو وطندار. یک بار تو گپ مرا گوش کو. زمانی که عبدالرحمن بارگزای همین زبان افغان یک کلمه جواب ما به زبان یک دفعه میگم گپ مرا گوش کو. ما برات میگم گفته رو استم. زمانی که عبدالرحمن بارگزای اینمی قوم بچیارا در مجموع غلجایی ها را او طرف برای انگلیس ها بخشید، تا اونمو زمان اینمی اردوی از یک قوم به نام افغان بود. ولی بعد از اینکه اونا جدا شدن، یک دفعه گوش کو گپ مرا، اونا که جدا شدن، اونا پسانها چند بعدش، یعنی از امروز 86 سال قبل، اونا از روی زبان پشتو، یک امی زبانی که به نام افغانی میگفتن، در روی امی زبان افغانی یک نام خودشان اختراع کردن به نام پشتو و پشتون. حالا وطندار سر زبان ما هم گپ میزنن که زبان شما فارسی است. ما قبول میکنم اینمی زبان است. در افغانستان دری و پشتو خوندیم. ما میگم افغان هستن. دری خود لهجه است. ببین دری خود لهجه است. لهجه گفتاری است. من سم صفا معلومات دارم، خواندیم، کتاب خواندیم، هر چیز خواندیم. زبان خود تو خواندی صبر. اما شاهد باش تو برای ما پیشینه زبان دری را بگو، امو که خواندی. دری فارسی گوگل برو سرچ کو، بگو زبان رسمی ملی افغانستان چی است. نوشته میکنه بر 10 جای نوشته میکنه زبان ملی افغانستان دری که گفت دری که زبان گفتاری نیست. همین دری که زبان گفتاری نیست، زبان چیست؟ ما تاریخ پشتو را برات بگیم. خب ما افغانا که هستیم، زمان ما افغان شدیم زمانی که عبدالرحمن رحمت چی نام داره خودی چه نمیره من نمیاد اوتلو. یعنی تو بابت نمیشناسی. من چی بگم؟ یادم رفت نه تو خود که گپ میزنی فامیلی مسلم ماشین واری. عبدالرحمن بارگزای امپراتوری به احترامی نکنه. نه به احترامی نه ورته کوم. دا دونه ډیر غږیږي مونږه ټوله موضوع ګډه وړه. حالا خود نام بزرگای دل چرا یادت بره؟ هر سال داخلت باید باشه. کی واغ ونسا پښتانه چې دی د افغانستان تاریخ چې د 15000 کال دی، د پښتنو تاریخ چې د 15200 کال دی. په دې باندې مازغه خلاص کاخه مونږه چې کله افغانان اینمی 5000 سال صبر، اینمی 5000 سال که تو میگی از روی کدام تاریخ میگی؟ غویگ ما ته زه استاد تاریخ هغه دی هغه دینه زه حالا اینمی را بگو دیگه. حالا وقتی که بحث ما تو راست شما جایی نمیرسین، چون میرین در گذشته میرین از گذشته به عوض که یک چیز خوب یاد بگیرین، یک چیز گنده یاد میگیرین. میایین تو چرا با تاریخ امروز مرور نمیکنی شیوا؟ من هست یک کلان که سنت مثل سنت سال پدر من. گل کابل استاد شیوا ببخشید یک کلمه. گل کابل خود دختر خانم هوشیار هستی، دلسوز هستی، زحمت میکشی. ما تو را به عنوان یک دوست وطندار هر چیزی که فکر میکنی یک خواهش از خودت دارم. در خیلی بحثایی که خودت میگیری لایفا را برگزار میکنی یا مثلا حرفا را میزنی، او به دردی از این جامعه فعلا نمیخوره. به خاطر از اینکه تو حال خودت میگی استاد شیوا گذشته ها نرو، ولی خودت هم همیشه موضوع گذشته هاست.
امروزی شما گرفتم آقای امان. همین گپ گوش ببخشید. هر وقتی که دقیقا دوستایی که معلومات داشته باشن درباره تاریخ باز بین صحبت کنید، بحث کنید. ما خودم انمی تحقیقات ما چند سال بود، آخر به این نتیجه رسیدم که افغان ها مربوط افغانستان میشه، پشتون مربوط پاکستان میشه. به خاطر از لحاظ نفوذ پشتونایی که در پاکستان هستند زیاد است، یعنی افغانایی که در افغانستان هستند کم است. و اینمی نام پشتون هم که ماندن از زمانی که پاکستان شکل گرفت نام پشتون سر از اونا گذاشته شدن. اینی وطندارای افغان موتو که اگر خود دختر کابل هستی گردن دسته در مکتب ما شما به دمو کابل که در دنیا آمدیم کابل زندگی کردیم، همیشه میگفتیم نمیگفتیم که افغانا میگفتیم، ما هم میگم افغان گفتیم اما زبانش پشتون مربوط پاکستان میشه. بس حالا میخوای امان بر ما بگو خب اینمی زبان زبان پشتون چیه؟ گل کابل من چی میگم همین تو یک دختر باسواد هستی، کتابخوان هستی، کتابخوانی همین تو برو یک کتاب زیاد نه 40 سال پیشه تو پیدا کو که همین نام پشتو آمده باشه دمون خونام پشتو یک کتاب تاریخی را پیدا کو که نام پشتو دمو آمده باشه. همیشه افغان زبان افغانی زبان حالا ببین محمود طرزی پدر مطبوعات افغانستان است، خسر امان الله وزیر خارجه رژیم امان الله، اونمو آدم در سراج الاخبار در تمام نوشته هایش کلا میگه زبان افغانی. ظاهرشاه در شروع حکومتش میگه زبان افغانی. امان الله خان میگه اگر من زبان افغانی را میفهمیدم با شما در بیانیش میگه خودش یک لحظه میگی زبان افغانی، پس پشتونا به کدام زبان گپ می افغان به کدام زبان گپ میزنن؟ امیر بر ما بگو. اینمی زبانی که بعدها از طرف پاکستان پشتونای پاکستان نام اینمی زبان پشتو گذاشته شد و ظاهرشاه گفت که زبانش پشتو شده 86 سال. خب 86 سال هیچ احترام نمیمونی که تا امروزی روز زبان از اینا رو قبول کنی که پشتو 88 سال کم وقته. من میالم میگم که زبان نه ببین من میالم میگم که زبان او طرف دوران پشتوست، زبان قوم او طرف دوران پشتون است، ولی ایسون دوران افغان است، زبانش افغانی است. به خدا اینمی زبانی است که نام داره. من نمیفهم تو سر زبان بذاری یا سر مردم افغان، خود سر از افغان امان عزیز اجازه باشه من از دختر خانم یک سوال دارم چون من آمدیم اینجا که من سوالات رو جواب بدم. تو رو من میشناسم که در لایف من چقدر بدتمیزی میکنی. دختر کابل ماندی مسئله یک سوال میکنم اگر وقت کابلی باشی سوال جواب میدی چون نمیخوایم به سوالی که بحث جواب بدم. من اینجا آمدیم تو چی وطنم است. تو چی؟ من اینجا تسکری پدر خودم مانده به شما ملت نماندیم با کابلیای خود ماندیم. اما لطفا من نمیخوایم اگر از کابلی هستی سوال میکنم من منبیل جواب بده، یک سوال میکنم یک جواب نمیخوایم تاجیک سب نمیخوایم امان هستم در لایف امان هستم در لایف شیوای عزیز 210 نفر که در لایف هستن این دختر خانم از کابل نیست افغان است کابل باشه نباشه تو برو کش بده طرف تاجیکستان خودت مشکل نداره. این رقمی مستعار بسیار دارن اونا. همیال گل کابل خود دختر افغان است دیگه که به نام دختر تاجیک نام مانده او افغان است. ما کلش هم میفهمیم. وطنم وطندارای ما به هر ملیت و هویت که باشن برشان احترام دارم. اونایی که به گپ هستن تحصیل کرده هستن تاج سر من احترام اگر تو داشته باشی همین احترام اگر تو دیگران داشته باشی زبان ما را تو زبان دری نمیگی فارسی میگی. زبان ما دری سال تو دلت زبان تا فارسی میگی من بر زور ندارم. اینی افغان بودن تا ببین افغان بودن تا اینی بیان میکنه که تو زبان ما را تو زبان خودت هم نمیفهمی. همیال چهارمغز در زبانت بگو در پشتو برای چی میگی؟ من زبان خودم یک دقیقه در پشتو بگو میوه چی میگی؟ نه میوه در پشتو چی میگی تو؟ ما بسیار کم کولیشم پښتو غږیږم به خاطر که پشتونای ما میتونن دری صحبت کنن و وقتی پشتونای شاهدار که استاد دانشگاه زبان پشتو باشه. ببین اونم استادای زبان و ادبیات پشتو اصلا گفته نمیتونه یک زبان ناتکمیل دارین شما.
شما باز با داشتن زبان ناتکمیلتان میایین ترافیک زبان ما میشی. نمیری در ایران زندگی نمیکنی. نه تو افغان دختر میای ترافیک زبان ما میشی. با زبان من دختر شوی. زبان تو فارسی نیست داری. کاکا هم سن سال پدرم استی شرم کو افغان دختر گفت نگو بچیم بگو. حالا اصلا افغان دختر میگم داره تو افغان نیستی افغان دختر نیستی. نام دخترای افغان شوی که از هر بخش ما دخترای افغان. ولی ما تو را بد نگفتیم تو را توهین نکردیم افغان دختر میگم مرا بگو تاجیک بچه همانا بگو هزاره بچه توهین نیست میگم هزاره بچه میگم نگفتیم مرا توهین کسر میگم که به ما دعوا بزنم تو توهین خلاص دیگه ما خود افغان دختر گفتیم با ما افتخار میکنم افغان دختر هستم امی ما یک روز هزاره میشم هزارم تاج سرم است یک روز پشتون میشم پشتونم تاج سرم است یک روز مرد کس تاج حالا شما بر رقم لباس میپوشید مرا دعوا بزنه بیا خوب گای مردای دانم لباس تغییر میده لباس میدان فرتا ما واقعا متاسف هستم با آدما که ما هیچ وقت تاجک نمیخوایم باشم تو رو نمیگم شیوا پادیوال هم کش با خود کش نکنی با او کس میگم که مرا در اینجا گفتی اگان تو میایه حالت تناسلی خوار مادر خود در بازار من دازه دعوا میزنم نواخ اشتباه اون کار افغانا میکنم ما از افغانا هم قدر ندیدیم اما قدر کزمی دخت کابل از بس ما خارج نشم با کمال احترام که به خودت دارم خودت هم دختر دلسوز هستی تلاش میکنی زحمت میکشی امیدوار هستم که قضیه را خوب درست بفهمی خب همین دنیای تیک تاک مجازی رقم است که تو اول باید مطالعه دقیق داشته باشی راه حل در تیک تاک وجود ندارن فقط در تیک تاک تو با هر جنایی باشی همین گپ مرگوش بگیم به نقصد نیست من تجربه را دارم خواهی تجربه خودم به شما شریک میکنم با هر طرفی که باشی با یک طرف دیگه درگیر میشی 100%. پس اینال من خواهشم از خودت به عنوان یک دختر خانمی از او وطن از او سرزمین یک دختر خانمایی که قهرمانی میکنن در برابر از گروه تروریستی استاد شدن با قلم و کتابچه خود تو اونمو رقم باش قدرت عزتت بین تمام اقوام افغانستان به خدا قسم است بیشتر است هیچ جنا را نگر امروز تمام مردای افغانستان به شمول خودم که من در سینه خود میزنم میگم مرد هستم و این مردانگی را که دختر خانمای افغانستان کردن ما باید دیگه هیچ وقت نام خدا نگیریم که ما مرد هستیم فداکاری قهرمانی امروز در کابل در چی شرایط دشواری که هستند هنوز هم امتحصال شده در برابر جهل و تاریکی اصل مردا اصل قهرمانان دختر خانمای افغانستان هستند شما از همون جایگاه وقتی که میرین در بحث‌های سیاسی یا لایف برگزار میکنین باید صحبت کنین خواهش من مینایسی هموطن کوچکت می هستم از شما حالی بس سریعزی هستند اگر تعلیمات دارن اگر معلومات دقیق دارن با سواد هستن دایی من خودم شک ندارم استاد شیوای استاد از درس خوانده تحصیل کرده معلومات بسیار بزرگ دارن هر کسی که افغان است از آدرس افغان ها بیاین بگین که ما افغان نیستیم پشتون هستیم اینی رفرنس اینی کتاب اینی تاریخ خونسر دور از که دعوا بزنین توهین کنین دور از گپا با خدا امان جان ببین انتظار ما یک دقیقه گپ نزنین شما انتظار ما از اینمی آدم چی است از اینمی دختر اینمی دختر یک دختر پشتون یک دختر افغان هر چیزی که بگویم اینمی آدم اگر به عنوان یک مسلمان واقع نگر و یک آدم با وجدان اگر باشه امیال در برابر اونمو استبداده که در جنس ها و امنوای از این آدم در افغانستان روان است و هر بانوی او سرزمین می آید در یک صفحه میدیا میگه سر ما تجاوز گروهی صورت گرفته اگر وجدان زنده باشه این صدای خدا میکشه میگه نفرین به شما کسایی که در ارگ کابل سیاست میکنین که سر یک بانوی او سرزمین که هم زبان و هم دین و هم آیین و هم وطن ما است شما تجاوز میکنین و او میآید از بخشای بدن خود نشان میده که اینی ستم و شکنجه طالبانی است اینی اصلا کار است که بالای ما صورت گرفته ببین یک بانو میآید امان به قرآن در زمین آدم میدراید یک بانو میآید میگه من بعد از اینکه از محبس طالب برآمدم یک هفته دیگه ادرار خود کنترل کرده نمیتونستم تو چی رقم دختر هستی شیر کی را خوردی تو میای نام کابلی ها را بعد میگونی دختر کابل نام تا میمونی دخترای کابل مردم کابل قدر
طرفای اطراف ولایت های ما چیکار همین دختر کابل اینقدر بی‌احساس نمیباشه، مردم کابل اینقدر تمدن گریز نیست. دختر افغان قدر گفتی گپ نام خودت درست افغان بان. گوش کو شیوا تو به من تعیین تکلیف نکو که من دختم چی نام مبانم چی نمانم. هر جای وطنم که دلم شوه یک روز نام افغان میمانم که لهجهشان پشتوست، برشان احترام دارم. یک روز نام مزاره میمانم که لهجهشان بسیار از آرگی شیرین است، برشان دروغ میگی. تو چی بر ما بیای تعیین تکلیف کنی شیوا؟ نمیشنی تو نام کلام آدم از کامنت سایل چی ماندن. گل کابل از خود اجازه میگیرم بسیار گل کابل از خود اجازه میگیرم بسیار وطندار عزیز خوش آمدین. مهربانی از شما میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امان اورورتا ته بشیر شیواته او استاد لایف ټول لیدونکو اوریدونکو ته ستاسو افغان پکارو دغه د زمو افغان ستاسو خدمت کی دغه ملګری شیوا چې دی سلامت اوسې. ته دلته افغانی؟ زه افغانم وچ کلک افغانم داسې افغانم چې د ما بل افغان نشته. پښتون خو نه یې؟ زه پښتون افغان پښتون یم. دواړه یعنی درې والا هم افغاني هم افغاني هم پښتون. افغان پښتون افغان او افغان چې کوم یو تاسو ته ښکاري همغه یم. درسته ده. استاد جواب بفرمایید. من هم افغان هستم، هم پښتون هستم، هم افغان هستم. باسط خان اگر باسط خان پاکستانی پشتون همیجا باشه پایین لایف بیایه بالا، من از باسط خان پرسان میکنم که تو پشتون هستی یا افغان، ببین چی میگه. باسط خان اگر دارین شیر کنین که بیای خودشان تشریف بیارن. ورشیر کوي. درست است. بله. پشتون با افغان فرق نداره. ګوره وروره دا د هر سړي خپله خبره ده چې څوک ځان ته افغان وي هم کور آباد، که څوک یې نه وي هم کور آباد، که څوک ځان ته پښتون وي هم کور آباد، که څوک یې نه وي هم کور آباد. زه هم افغان یم، زه هم افغان یم، زه هم پښتون یم. چې په کومه لار را سره ځئ در سره ځم. پښتون د پاکستان مربوط پاکستان میشه مربوط افغانستان؟ پښتون مربوط پاکستان پښتون نه لري. چطور خب پشتونایی که در پاکستان هستن اونا میگن ما پشتون هستیم. پاکستان پښتون نه لري. پاکستان چې دی هغه پنجابیان دي، سندیان دي او د اردو ژبې ویونکي دي چې هغه ژبه چې کومه ده هغه د حیدرآباد ژبه ده، د حیدرآبادی ژبې ویونکي دي. خیلی 40 میلیون نفری که در اونجا هست اونا چی هست در زبان پشتو که گپ میزنن؟ هغه افغانان دي زمونږ. خب افغاناست؟ او هغه زمونږ افغانان. قانون اساسی نه یک دقیقه، قانون اساسی 2004 قبول داری؟ قانون اساسی قانون قومی را قبول داری؟ گوش کن، قانون اساسی 2004 که در وقت آمد کرزی قانون اساسی کې به ډیر زیات مشکلات دي. هغه کې نه یوازې چې په دور سره زولانی یو خبره کومه قانون اساسی رو که اگر به نام باسط خان کسی چی داد بالا بیارش. خودت هم فول مدیراتور هستی، اگر میشناسی شما اگر قبول کنین درخواست داده هم میتونن استاد شواد بالا ګورئ ورونو امانه. دلته دغه هر قوم هر ژبه همون قانون اساسی که واژه افغان تصویب کرد. ګوره ملګریه شیوا که امروز خود افغان میشی که پریدیم از ما خبری واوره خود در نوبت گفت. چرا تو گوش نمیگیری گپا؟ مهربانی څه همون قانون اساسی که تو را افغان نامید، همون قانون اساسی را قبول داری که از همون بابات شما خود افغان میگین؟ او څه چې می په قانون اساسي کې په ګټه یا غو می قبول دي چې څه می په تاوان یا می نه دي قبول. او به شک بخدا اینی ګټه افغان والی دا نار غوندي درته ویم چې څه می په کې په ګټه در سره مانم چې څه می په کې ګټه نه هغه نه مانم. څه می د قام په ګټه، څه می د ژبې په ګټه، څه می د ولس په ګټه مانم کنه د قرآن ټکی خو نه دی چې نه مانم. حالا در قانون اساسی گفته که خداوند در زبان پشتو گپ نمیزنه. باش من میرم استاد باش من میرم
دوستا پشتون صاحب میگه در چیزی که در قانون اساسی ذکر شده باشد که در نفع ما افغانا باشد قبول داریم، که در نفع ما نباشد قبول نداریم. دا قشنگ قرآن نه دی. بدلوی د اساسي قانون هم ځان ته بدلو، خپل قانون ته راړو، د پښتونولۍ قانون ته راړو. بسیار عالی. خب پس تو کسی ما استاد شیوای عزیز نباید معانیت بکنیم به خاطر از اینکه افغانستان وقتی که اینا قانون اساسی را قبول ندارن یا چیزی که بنفشان قبول دارن و چیزی که بنفشان نیستن قبول ندارن، خود چرا مانع از این دیگران میشن؟ هزاره سیب یو خبره درته وکم امان هزاره ما نمیخواین تجزیه شون، خو اصلا خمی یو دقیقه زبا جواب درکم. ګوره دغه اساسي قانون وای دی ته چې د ولس په ګټه تمام شي. که چیرته د ولس په ګټه نه وي، که چیرته د ولس په ګټه نه وي، بیا یې موږ نه منو. تو از ولس گپ نزدی، تو از فقط از افغان گپ زدی که چیزی که افغان خود اساسي قانون کې ویلم دادی چې د افغانستان ټول وګړي از لحاظ تاریخی آقای شیوام خبر دارم، من هم بیا ثابت که خودت که تو پشتون هستی. زه پښتون یم، ته ثابت کړه چې زه پښتون نه یم. زه داعی یو مدعی دی. ما یک سوال ثابت کړه، زه ثابتولو ته ضرورت نه لرم. دغه د په پښتو ژبه در سره خبرې کوم. یک سوال میکنم جواب بدین. مهربانی. تاریخ بومی و دقیق افغانستان پشتونها از افغانستان نیست. این حال تو ثابت کو که از افغانستان است. و وروره بیخي نه یو د هندوستان نه راغلي، اوس دغه د افغانان او په دغه خاوره کې ژوند کوي. رقم خو نمیشه دیگه. خو تو دا ګاز د میدان نن راشي ویني. آقای شیوایی رقم خوب بس نمیشه. حالا یک سواله، هر پشتونی که بیای خود ثابت کنه که ما بیخی د هندوستان نه راغلی، افغانستان کو وینا باندې د افریقا نه راغلی دي، صحیح ده؟ ستاسي چې څه وی هغه ځای نه راغلی. دا ګاز د میدان نن وطن د پښتنو لاس کې د تریوینی. یا خیر طالبان رو زور میگه یا افغان طلب هم هست. نه طالبان نه، چه هر څوک د غنی نه بدی نیولې و. ما یک زنگ دمی باسط خان میزنم، پس چی است؟ پس برمیگردم خط نمیکنم از قومی بحثونه بیخی کوم نزا خود طالب سره لانجه همیش. خو چې تاسو کله داسې قومي بحث کوئ بیا مجبوری چې هغه شان ژبه باندې سره سړی وغږیږي. اصلا ببینید باشه استاد شما زنگ بزنید. من خودم شخصا به یه باور هستم، به یه عقیده هستم و تحقیقات درستم دارم که افغان ها مربوطی افغانستان است. مردمی هیچ قومی نمیتونه که افغان ها رو بگه که تو از افغانستان نیستی. خب از افغانستان هست، ولی پشتون که پشتون ها هستن مربوط افغانستان نمیشن. پشتون مربوط پاکستان میشه، افغان مربوط افغانستان میشه. هم زبان هست، هم فرهنگ هست، هر چیز. یک دقیقه گپ من هم زبان هست، هم قوم هست، هر چیزشان شراکت هستن. ولی اینجا بحث تاریخی که واقعا کیها ساکنی در افغانستان هستن پشتون ها هستن، کیها در ساکن در افغانستان هستن پشتون ها نیستن. سر از که وقتی بیایی بحث کنی صحبت کنی باز تو به این نتیجه میرسی که امروز در جایی که جوانان پشتون رفته روان هستن این خواست پاکستان است نه خواست افغانستان. یعنی پاکستان امانجان سعی کنم بنام باسط خان انگلیسی درخواست شاید بته باز باسط خان که اینجا کسی درخواست نداده. میایم خیر دستی کار وکی تمام شو بعد از اون امان سیب دماغ خبر ختم سی یو دکه لند خراب اینال سعی که خو ای گپ ما در کجاست؟ گپ ما در اینجا هستن که وقتی پاکستان خوب گوش بگن پشتون هایی که در پشاور هستند در پاکستان هستند میبینه خودتون چقدر مشکلات از اونا زیاد هستند. همیشه متاسفانه دمی جنجال ها هستند که حال شما هم میخواین که عدالت خواهی برای پاکستانی ها بکنید، برای کسایی که مربوط شناختی کارت پاکستان میشن. واقع درست است میگه ما افغان هستیم، صحیح لروبر یک افغان، ولی حقیقت اونها پاکستانی هستند، پاسپورت پاکستانی داره، در پاکستان اردو داره، در پلیس در هر جای کار دارن. شما وقتی که میخوایی این کار کنید خود پاکستان طالب به خاطر از این ساخت که افغان ها را تجزیه بکنن، یعنی کوچک بسازن. خود چرا خودتان با یک پلان پاکستانی خودتان همکار میشین؟ گوره امان ملګری
خبرې ته غوږ کېده په حوصله باندې چې هر چا ته زنګ وهي هر څوک راځي خبرې دې وکړي. صحیح ده. زه درته یوه خبره کوم، دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی. که چیرته څوک افغاني کینه دا د کور دی، ته مې ورور یې، دا د ژوند زندګي ده. که افغان نه یې وروره ځان ته د وطن غم وکوه. او دغه څوک چې وایي چې دغه وطن افغانستان د افغانانو دی، دغه قواله تاسې موږ ته خپله په لاس کې راکوي. ځکه موږ افغانان یو، تاسې وایو چې دغه وطن د افغانانو دی. چې د افغانانو وطن دی ملګرو، ځان ته هغه څوک چې ځان ته افغان نه وي د وطن غم وکوي، د جغرافي غم ځان ته وکوي. دلته زه نه ویم چې هزاره افغان نه دی، تاجک افغان نه دی، ازبک افغان نه دی، اماق افغان نه دی، قزلباش افغان نه دی. موږ دا ټول ځان سره خپل افغانان تو خیلی که نمیزنی که اونا افغان نیست، اونا میگه ما افغان نیستیم. چې نه ځان ته د جغرافي ځان ته د وطن اونا قوم ته د پیشانیش بزنی بگوی افغان هستی، اما ما قبول نداریم، ما افغان نیستیم. و سړی دا څه لیونی دی که نه ولید ما خبرو کې مره لګي که چې زه درته څه وایم یو وارې غوږ شه. نفهمیدی ما میتونم ترجمه کنم برات گپ ازی وطنداری هستم یار کسی. امان وروره خیر ده، زه دا خبره تکمیل کړم. باید برو پشت یک وطن برو. ګوره امان وروره، دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی. موږ دا خبره کوو چې هر افغان په دغه خطه کې زما سره ورورولي کوي، زما سره ژوند کوي، زما د خاورې، زما په افغانستان کې د ټولو قومونو عزت کوي او هغوی ته د احترام په سترګه ګوري. هغه زما ورونه دي، هغه زما ویاړونه دي، هغه به په دې خاوره کې له عسکرۍ تر جنرالۍ او تر ستر جنرالۍ او تر مارشالۍ رسیږي، هغه به پکې قهرمان کیږي لکه مخکې چې شوي دي. که چیرته څوک وایي چې زه افغان نیم، دا عموم دی د دغه مملکتونو. افغان ستان وایي ځمکې ته، او افغان وایي دغه افغانان چې په دغه خاوره کې پراته دي، دغه ملت چې کم یو دی. که چیرته څوک افغان وروره، دا مو خاوره، دا مو کور، دا مو ګور، دلته هر څه ستاسې دي. دلته هیڅ افغان تر بل افغانه برتر نشته، هیڅ افغان تر بل افغانه کمتر نشته. خو چې څوک وایي چې زه افغان نه یم، ملګری ځان ته د جغرافیې غم وکوه، ځان ته د حکومتدارۍ، ځان ته د دولتدارۍ. تو خودت کی هستی؟ گوش کن گپا گوش کن. ما 1624 سال نام او سرزمین خراسان بوده، تو که 110 ساله نام افغانستان بیایی وطن مرا قبول نمیکنی. 5 کاله مخکې مې افغانستان کړی دا، 3 کاله مخکې. بشه گپای لودگی نزن دیگه، گپای افغانواری نزن. خونسرد این گپا دور از منطق است دیگه. دا سړی مو لیونی را پیدا کړی چیرته وتړی. گفتم گپای لوده نزن، گپ بزن، گپ با منطق بکش، سند بره ما سند بکش که تو چرا ضرورت ندارم. دا 3 کاله مخکې مې افغانستان کړی دی. گپای افغانواری قطعا منطق نداره، قطعا. ګوره 3 کاله مخکې مې افغانستان کړی دی. سند بس این قسال ما قدامت داره. آقای شیوا سایکو امی وطندار بسیار به خونسردی دم در 34 ولایت یک گور یک قوم نشان میده که 300 سال پیش دفن شده باشه. آقای شیوا چی گپای الهی آقای بشیر شیوا ببین گوش بگیر، حال تو وطن زما بابا زما نانا دی. آقای مرا دارین ندارین؟ آقای شیوا امی آدم بسیار در خونسردی بحث کرد، گفتگو که خودی اگر جواب داری. امی عزیز فولاد یک دقیقه، عزیز فولاد یک دقیقه. امی گیربک سخره بگو یکم نکو، تاوین نکو. مسلمان تاوین نکو. هر کسی که در که بچه تو در 13 سالگی گیربک سخر زنت میگویم آدم. تاوین نکو، تاوین نکو. بشید اوشلندی وزارت داخله، زن و مرد وزارت داخله سر تو سوار شده، تو بی غیرت آمده گپ میزنی. تاوین نکنین کلی مفعول مردگو. آقای شیوا همین آقای شیوا دا د سیاسي شنون کې دی. امانه خدای د پاره لایف جوړې، یو سم لایف جوړ کا. یو سم لایف جوړ کا که در نفع افغانی باشه کلا. آقای شیوا حالی همی آدم همی گپ همجی را فهمیدی، جواب میتی نمیتی، صحبت میکنی یا نه؟ بله جواب میتی. آقای شیوا به بیادرم بفرمایید مهربانی. آقای شیوا بله، ما وقتی که میگم که تو از او وطن نیستی، ما با داشتن اسناد میگم اونوز قبر جد ما به نام سلطان حسین خطیبی پدر بهاءالدین ولد بابی مولانا جلال الدین محمد بلخی دفن است. مهربانی کو برای ما
قبر یک نفر افغان تا نشان بده که 300 سال پیش در وطن دفن شده باشین. این نمیشه که بیایی 4 پای در یک موزه کنی افغانی رگ افغانیت بپنده بگید زه نمانم دا وطن زما بابا ده دا زما نانا وطن ده. این گپای احمقانه به درد نمیخوره. بیا برای من سند بکش. 1624 سال نام سرزمین یک دقیقه باش گپاش گوش کن. 1624 سال نام سرزمین خراسان بوده. تو آمده که یک نام افغانستان که او عبدالرحمن وطن فروش ناموس فروش مانده، تو میای 110 ساله نام افغان ولی تا سر من بقبولانی که او وطن کسی که افغان خدا گفت یعنی خدا بدنام مور افغان نفرین شده را که در کل دنیا منفور است در پیشانیش اگر زد قبول کرد. ما او را میگم از این وطن تو کی هستی که بیایی تعیین تکلیف کنی که ما تعیین وطن برای تو من میکنم؟ تو کی هستی؟ ما سالها دورهای احمد شاه مسعود یادتان است پوزایتان در خاک مالیده بودیم. هر روز موتر جنازه افغان میبردیم طرف جنوب. ما باز برمیگردیم، باز ما سر جایتان میشانیم. امیال ببین یک دانشمند به نام عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگتان میگه کاری نه که امروز طالبا کده است یک عمر تاوانش بچهای افغان میپردازه. شما سالها دیگه تاوانتان خود پرداختین. فهمیدی؟ این گپای احمقانه را برای ما نزنین که دی وطن اگر کسی قبول کرد افغانیت این رقم است در افغانیتتان ما شاشیدیم. افغانیت چی است؟ یک نام منفور کثیف. تو میخوایی خطیشون در بزنی. عزیزی فولاد در پایین هست یو دقیقه خیر ده. تو در گوخانه تولد شدی. مادر تو را پدرت نمیمون که زایشگاه برای تولد بده تو را. تو در روی پخالای گاو تولد شدی. تو میای کلمه بحث میکنی. ما به حد پدرت کتاب خواندیم. و سړی دا سړی که کنځا کوي امانه همین تاوین نه آقای آقای شما ببینم خواهشان تاوین نکنین. راست میگه بس یک چرت و پرت میگم. دلشون خوش است که البته مردم گپای اوس بیرته غوږ شه دا جواب واخله کنه ملګریا. مهرباني امان چې د سیده خواهشان تاوین نکنین. خواهش میکنم به شما به خاطر دلایل درست نیست. اوس داسې کوو که نه دغه ملګري ویلې چې احمد شاه مسعود دوره مو په یاده ده. لاندې د ملګري لیکي چې دشت لیلي مو په یاده ده او در باندې څه کوو او څه نه کوو موږ در سره مړیم لیږلي دي. ګوره که چېرته اوس درته دا نن سرچپه شي همدغه افغانان دا ته چې ورته کم یې ووایې که درته دا نن سرچپه شي نر دې شته چې بیا یې مخه ونیسي. نر شته په افغانستان کې چې نن یې مخه ونیسي. زه درته وایم امان وروره خیر دی موږ او تاسې خپلو منځ کې داسې بحث باید وکړو چې تر یو منزله پورې ورسیږو. تر یو ځایه ورسیږو چې دغه منافقت رذالت او دغه کنځلماره طبقه چې ده دا باید له دې بحثونو نه له دې خبرو نه دې موضوعاتو نه لرې وساتو. موږ او تاسې دلته د فحشا لپاره نه راغلي چې یو څوک د چا خور یاده کړي یو څوک د چا مور یاده کړي. زه خو ورور افغان یم ما باندې خپل عزت خپل ناموس او خپل خلک را باندې ډېر ګران دي. زه د هیڅ چا قوم ته د هیڅ چا ژبې ته توهین و تحقیر نه کوم. اما دغومره درته وایم چې دا څوک وایي چې افغانان د خاورې ته 100 کاله مخکې راغلي دي او 10 کاله مخکې راغلي دي وروره 3 کاله مخکې راغلي دي. نر را پیدا شي او له دغه افغانانو یې تاسې خلاص قدرت خبره کې چې ته په ما باندې قدرت وکړي صحیح ده. که ته په ما باندې قدرت وکړي وروره دا تر هغه پورې چې زه دې تر څنګ ونه درېږم د قدرت فکر مه کوه. که زه دې د طالب په مقابل کې تر څنګ ونه درېږم طالب ته نشي ماتولی او نه د طالب د ماتېدو فکر کوه. ته تر هغه پورې چې دغه ګګر بګر افغانان دې تر څنګ ونه درېږي ته مطمئن وسیږه. ته به ستا جغرافیه به په ټیک ټاک کې ستا جغرافیه به په ټیک ټاک کې او له ټیک ټاکه به ته وطنونه فتح کې. راځه افغان شه انسان شه مسلمان شه چې زم دې تر څنګ را ودرېږم او زما سره څنګ کې ودرېږه تر څو وکولی شو چې افغانستان له هرې بلا او د هر افت څخه وژغورو. که چېرته مهرباني بس مننه آقای شوا گپای شفا میدین مای خدا باز کنم. شوا
آقای استاد شواب مهربانی بفرمایید. ببین امان جان من باز هم میگم که اصلا این نهایت آقای شواب بس یه گپ از اگر نفهمیدیم من میگه که ما دیروز به وجود آمدیم پشتون هستن دیروز نه میگه 40 سال ز عمر عزیزم گذشت زبانم به یک حرف پشتون نگشت. مهربانی کن. میگه زور داریم قدرت داریم یعنی می وطن حال از خود کردیم. اگر کسی مسلمان میشه افغان شوه افغان میشوی مسلمان شوی. ما میتونیم طالب حال دفعه پیش طالب کی شکست داد ولی یا میگن بدون ما نمیتونید تو طالب شکست بدین و ما دیروز به وجود آمدیم یعنی می زور داریم می قدرت داریم دستان خلاص. خوب گپ است. ببین ما این اعتراف میکنیم که شما با کمک یزنهای خارجی امریکاییتان و با کمک دیگه کسایی که از درون قومتان بود یک تعدادتان نکتایدار بودین به نام غنی و جمهوریتی، یک تعدادتان هزاربنددار و لنگوتدار بودین به نام طالب اشپیشی. ببینید یک تفاهم درون قومی وقتی که شد که شما آمدین در حرکت قدرت تکیه زدین این یک بحث تصادفی بوده. اما ما همیشه وقتی که در میدان زور آزمایی در آمدیم ما زور ما را نشان دادیم. امیال ببین 99% نه که 100% اونمو خاک در دست شماست ولی هر روز ما 5 تا 6 تا شما را در جهنم روان میکنیم و کلاهای قنداری را ما در آسمان بالا میکنیم هر روز توتهای شهر. شما میبینین ما با وجودی که با تنهایی خود ما جنگیدیم نه در پالی ما هزاره بودن نه ازبک بودن نه قزلباش بودن نه کسی دیگه بودن اما 3000 شهید دادیم و هیچ گاه دم از مبارزه اصلا بسته نکردیم. یعنی که ما مردمی هستیم که با شما تا آخرین مرمی میزنیم. این مطمئن باشیم که ما پیروزی را مردانه نرانه میگیریم. امون رقم که امیر حبیب الله کلکانی ما یک شاه پوشالی شما را به نام امان الله پدرکش تا ایتالیا دوانده بود. اونمو رقم ما دوباره به زور بازوی خود ما میگیریم. اونمو آدم گرفت اونمو رقم به زور خود امان الله را سرنگون کرد اما اونمو تو مردانه رفت به زیر دار استاد شد. در جای امان الله خوشیش او خود برای 9 ماه حکومت کرد. برای یک روزم که اگر بعد از حکومتش کشته میشد اصلا افتخار ماست. همه آمد در جای یک بچه افغان تختش سرنگون کرد خودش یک گریختان تا همون رختای خواب زنش در میدان مانده گریخت رفت. این حال که ددار مویزان شد افتخار است برای ما هیچ گپ نداره ولی این را به یاد داشته باشین که ما یک دقیقه گپ ما تمام نشده. ما نجیب شما را همون که گاو میگفتین بلدوزر میگفتین ما نجیب تانا تا میدان هوایی دواندیم میگریخت. ببین نه ما اونمو رقم ما سالها ما دارای فرهنگ هستیم دارای همه چیز. تو همیال کلاه ازبکای سرپولی را در سرت ماندی. تو پلو مرا میگی پلو افغانی. تو قالین ترکمنای مرا میگی قالین افغانی. تو هیچ چیزی نداری در بساطت. ما مردم با فرهنگ هستیم که 5000 سال در اونجا ما قدامت داریم. تو میای قدامت مرا میگی ما افغانا 5000 سال بکش سند برای ما که تو 300 سال پیش قبر یک افغان در 34 ولایت در کجاست. تو میای کده کون لوچت کده ما آتش بازی میکنی. این گپا شده نمیتونه. ببین هر آنچه که میگی معلومات تا درباره پیشینه قومت تکمیل کو بعد از او بیا در داخل لایفات در این تریبیونا گپ بزن. این نمیشه که رگ افغانیت بپنده بگوی زید نمانم دا وطن زماده زید در زور گرفته میجره. این گپا این چرت اجازه بیتن مهربانی بفرمایید. ما سالا سرنگونتان کردیم باز سرنگونتان میکنیم. ما در هویت افغانیتتان شاشیدیم بازم میشاشیم. این وعده ماست. شما یقدر بی غیرت هستید که یک هویتتان مردم میشاشه شما بازم میگین نه اینمی هویت مرا بگی اینمی هویت ما بگی. ما میگیم در هویتتان توف مندازیم شما بسیار بی غیرتانه شرل هستید که هویت غمگین مرا بگی. آقای شوا ترم کنین یک ذره بشرمید یک ذره خجالت بکشین.
آقای مننه شما ستا خواهش له دې میکنم چټیاتو اجازه بتین نوبت از ډیر مهرباني. مننه ستا له دغه چټیاتو چرندیاتو څخه چې تاسې وویلې دې خبرو سره موږ عادت شوي دا خلک چې الفاظ نه و لوچک نه و لوفر نه و بېعزته نه و بېناموسه نه و بېابرو نه و د هغې بیناموس قوم تو است که در سر ناموس مردم تجاوز میکنه در مقابله نکنید یا خواهشان آقای شواب بان که گفت تو توهین میکنه جواب بده چی جواب بده میگم بان کم صحبت کنه توهین یې وکړه دغه خلک چې د سیاسي بحثونو ترازی دوی کې چې بېعزته نه و بېابرو نه و بېناموسه نه و احمق نه و هغه دلته خبرې نشي کولی نه په تاریخ نه په منطق نه په حکومت نه په دولت دا د دې خلکو د وس خبره نه ده یو شی چې د چا د وس څخه پورته تو اولاد فرهنگ آقای شواب فرهنگ گپایش گوش بگیر تو خو گپ زدی من از این خواهش کردم که گپ نزنه در بین صحبت‌های خودت من یک دقیقه بسته نکنم گپم بزنم من تو بچه بی فرهنگ کتاب سوز میگم بکش سند بکش تاریخ تو باز میای تاریخ نوچه کسی که وای تاریخ نفهمید وای بکش سند تاریخی من که تو بس تاریخ درست است این حال ما خبسته بکش سند تاریخی در صحبت‌هایش مداخله نکنم پدرای بس کرده با من نمیتونه عفو پشتت میفهمی عفو آقای پشتت شیوا خواهش میکنم دیگه ما خود چالان نکنه که باز به انصافی میشه باز نامردی میشه بفرمایید کلیوار نخوریم مننه له دغه چټیاتو څخه چې دوی ویلي خو زه یوه خبره درته کومه د مخکې د غازي امان الله خان او د ډاکټر صاحب نجیب شهید ډاکټر صاحب نجیب اړوند چې کومه خبره وکړه چې د ښځو په بسترو کې پراته راپورته شو ښځو بسترو دغه شیوا صاحب نه تاسې پوښتنه وکړو چې ستا په کور کې نن څوک اوسېږي په افغانستان کې چې کوم کور لري دغه ځان ته چې د جد ویلي او ویلي دي چې چا به ویلي چې زه قصاب یم او چا به ویلي چې زه سګباز یم او چا به ویلي چې زه اسباز یم دغه خلکو په کورونو کې نن څوک پراته دي د دغه خلکو تاریخ د دغه خلکو فرهنګ د دغه خلکو ژبه چې دا پرړې ولې نن په ټیک ټاکو کې نن دلته څوک دي تا خو وروره ویلې چې ما غازي امان الله خان زغلولی ما خو ډاکټر صاحب نجیب سره جګړه کړې ده یوه خبره درته کوم لږ بافرهنګه شئ باوقاره شئ باعزته شئ ګوره که چیرته تاسې بافرهنګه شوئ موږ در سره ښه ښکارو که تاسې لوچک وئ لوفر وئ رهزن وئ بېعزت او ذلیله وئ په نوره نړۍ کې تاسې خلک د افغان په نوم پېژني دا چې ته ځان د افغان وې که نه وې ستا لوچکي ستا لنډغري بیرته زما تر غاړې رالویږي چې زه ځان ته افغان وایم نو له دې خلکو څخه مو هیله دا ده کوشش دا وکړئ لږ د انسانیت خبرې زده کوئ جان باسه بالا بیار آمده میگه مرا بالا بیار خود اینجا درخواست ندادم حتما درخواست داده مرا پیام که مرا بالا بیار خودت مدیر مدیراتور شک باسط خان نوشته است خودت ببین اگه فهم پایین درخواست ندادم زه به دا خبرې راټولې کړم نو زه د دغه چرندیاتو چټیاتو والا ته زه دغه خبره کوم چې هر څوک په دغه لایفونو کې غږیږي او په دغه د افغانانو او د افغانستان د دغه جغرافیې په بدبختۍ باندې تمامیږي دوی تنها او تنها تر ټیک ټاک محدود خلک دي د دوی په وطن کې کم اثر کم رسوخ او یا هم هغه څه چې د نورو افغانانو هیله توقع ده دا پکې څه نشته دی فقط دغه لوچکي بدګفتاري بد اخلاقي د دې خلکو یو قسم ته مجمع ګرځېدلې ده له دې څخه عاید ترلاسه کوي او دلته د دغه ولسونو په ذهنیت باندې لوبې کوي بنان پر ده باندې دا خبره کوم هغه څوک چې د سیاسي بحث وړتیا لري راپورته کوي باسط پایان رفت نمیفهم خودش پایان رفت دا څه سړی دی راپورته کړی زه به د خپل میک ثاقب صاحب ته ورکړم ثاقب صاحب خدای مو راوله هر کله راشه ثاقب صاحب گرامی خوش آمدین سلام کل دوستا یک خواهش از کل دوستا میکنم یک بحث بسیار خونسرد دور از توهین دور از گپا باز کلگیش باز پسان ملامتی سر امان میشه که امان تویت یک لایف گرفتی یعنی توهین شد اما دیگه شد میبخشید امان نوبت ماست یک دقیقه گپ میزنم من پایان میشم بر ثاقب صاحب باز مهربانی بفرمایید سلام به همه برسه من صرف برای امان به شما میگم که وقتی که کس را در بحث میارین کوشش کنین که وقتی توهین میکنه
این مرد 80 ساله یک 10 بار گفت که شاشیدم در زبانتان، شاشیدم در قومتان. شما باید وقت نتین بر از اینا. من همجا خاطر خواهش کردم که خواهشان توهین نکنن. چرا؟ نه شما وقتی که برادر ما گپ میزن اونا رو میگن خواهشان توهین نکنن، در حالی که بسیار خوب گپ میزن. وقتی که این مرد 80 ساله پیر گربک سخر گپ میزنه باز خودتان فکر خانم محترم خواهشان خودی در خانم هستین یا خانم هستین اینمی گپا که کلگیتان با کلام زشت به شیوایات میکنین همین سبب میشه که شیوام شما رو تنگ بزنه. خود دختر افغان از دیگه افغان نمی رقم که نبود نمیشه. یک خواهش از باسط خان تو پرسان که میگه که همی آدم از پاکستان است، همی آدم افغان است یا پشتون؟ قبل از اینکه صحبت کنه خب باسط خان هم آمده. آقای نوبتی کی هست؟ ثاقب صاحب سلامونه شرقلاست داسته و مهربانی وکړئ. سلامونه خدای دې وکړي چې ښه بایاست، په خیر بایاست. والا امان جان که رښتیا درته ووایم زه په داسې مجلس کې په هیڅ صورت نه کښېنم چې په هغه مجلس کې توهینامیز الفاظ کارول کیږي او له دغه ځینو جنابانو څخه زه د اخلاقي بحث چې دوی اخلاقي بحث وکړي اصلا دا تمه او توقع هم نه ورڅخه لرم. که رښتیا ووایم دلته زه یوازې دې پسې راپورته شوم چې یو خو تا افشن راکړ نو زه په هېڅ صورت تا نشم خفه کولی، باید تا ته راشم. او دویم دا چې زما یو ضرورت و مایل که چېرته څوک وکولی شي چې دې برخه کې راسره همکاري وکړي نو زه به خوشحاله شم، ځان به د احسان پوروړی وبولم. خبره دا ده که رښتیا درته وایم آلمان کې دا تقریبا 9 میاشتې کېږي زه دلته یم او ډېر هغه دکانداریانو په اصطلاح دغت مې کړی. غواړم خراسان ته لاړ شم. وروره دا یو میاشت کېږي د خراسان په قونسلګري او په سفارت پسې ګرځم چې زه ویزه واخلم. نه مې ویزه پیدا کړې، یو څوک شته چې ادرس یې راکړي د قونسلګرۍ او یا د سفارت، او که هغه ادرس یې راکړي یو مهرباني یو لطف دې بل هم وکړي دا د ټیکټ باید هم راته وښایي د خراسان ټیکټ څومره دی، څو ساعته لاره ده له جرمني څخه، په څومره ټایم کې رسېږم خراسان اورم. خو تر اوسه پورې ما دا ونه لیده چې دا خراسان دی چیرې، قونسلګري چېرته ده، سفارت یې چېرته دی. دغه یو لطف وکړئ، دا همکاري راسره وکړئ. نور د شی نه غواړم او څه ویلو ته هم نه لرم. بخښنې سره دغه ثاقب صاحب ته زه یوه خبره کومه، دا خبر نه دا فعلا په خراسان کې ناست دی. نه اوس اجازه ورکړه، اجازه. بشیر شیوا صاحب، ثاقب صاحب یک از مبارزین، یک از بزرگان جوانای تحصیل کرده وطندارای ما و شما افغان هستند. میگه که همین آدرس بیتیم خراسان، از کجا ویزه بگیریم، کجا بریم، نکنم سفارتش. ببین وقتی که ما بحث تاریخی میکنیم ما اینا خب با سند و ثبوت گفتم میتونم که 4 ولایت معروف خراسان، مرو، نیشاپور، هرات، بلخ، 2 ولایت معروفش که بلخ و هرات باشه، این امیالی که موجود است در درون ونمو جغرافیا. ما اصلا این نیاز نداریم که بگوییم که امروز نام او سرزمین چی است. جبری در یک جای نام یک منطقه تغییر میخوره، ولی با آمدن زمان و زمینش پس دوباره میتونه که نامش تغییر بتن. ما میبینیم که 1624 سال نام او سرزمین خراسان بوده. این وقتی که 1624 سال تغییر میخوره که به جمله خط قرآن شمرده نمیشه، این 110 ساله افغانوالی خط قرآن است که تغییر نمیخوره. بگذارین اینمی جغرافیا را نامش 50 سال دیگه هم افغانستان باشه، 50 سال بعد ما اصلا وقتی که خراسانی ها زنده باشه این تغییر آمدنی است. و شما این گپ نزنین. مثلا یک گپ بی منطقانه را میزنن یا چی میگن دم تذکیره تو چی نوشته است؟ تذکیره که به شکل اونمو زبان افغانی تعمیلی که کورسای دوره‌های ظاهرشاهی بود از طرف سردار نعیم، زمان غنی معاش مامورین کت میشه 4 ماه معاشش. میگه اگر شما
تذکره ورقی را کس پاسپورت نمیته، میگه اگر تذکره الکترونیکی نگرفتین که واژه افغان در اون ذکر شده، اورم اسماعیل یون میره غنی را قائم میگیره که توی تذکره را به نام توضیح کو. او میایه خلاف دستورالعمل فیصله مجلس نمایندگان، میگه اینمی نام توضیح شده و میگه هر کسی مامور دولتی که این تذکره را نگرفت به این نام از وظیفه منفک است، 4 ماه ماشش ضبط است. ببین وقتی که یک دقیقه گپ نزن ما در مایی که تو نپریده آدرس بشیر شیوازه در څخه د کنسلګری آدرس غواړم، د سفارت آدرس غواړم، کوي رای که کمک وکړه سره. خیره گپ نیست، کنسولگریش در نزدیک خانه شماست، من باز آدرس میتونم برم. ببین آقای امان وقتی که ما دیگه وقت دیگه دوستانم باید وقت نور بس نکوم لدی سره یو څوک چې د خلی چوکاټ ودلري. آقای امان تذکره